میخواید یه مرغ ترش گیلانی خوشمزه با کته خوشمزه یاد بگیرید؟ پس با من همراه باشید. سفر کنیم به شمال. لپه، سبزی خورشی، نعنا، کمی چوچاق و خالواش، آب قوره. لپه رو من شستم، داخلش آب میریزم، کمی هم نمک میریزم. به مدت 1 ساعت میذاریم لپه ما خیس بخوره. کمی روغن تو تابه میریزم، داخل تابه میذارم، کمی 2 طرفش رو تفت میدم، کمی زردچوبه میزنم به مرغامون، کمی فلفل. این برای گرفتن بوی مرغمونه. نمک و کمی هم نمک میریزم داخلش. مرغ یه طرفش کمی تفت خورد، برمیگردونیم طرف دیگرش هم کمی تفت بخوره. کمی 2 طرفش تفت خوردش. الان من آب جوشیده داغ رو اضافه میکنم. خب من آب جوشیده داغ رو اضافه میکنم. زیاد آب نمیریزی، به اندازه که فقط روی مرغا رو بگیره. به جوش اومدش دره میذارم، درش رو حرارت رو متوسط میکنم که پخته بشه. لپه رو دوباره شستم، وقتی که با آب خیس کرده بودم شستم، هم اندازه کم باید آب میریزم داخلش و داخل قابلمه میریزم. موقع پخت لپه اصلا شما دیگه آبی اضافه نکنید، میذاریم لپه ما با همین آب پخته بشه. لیمون در حال آماده شدنه، اینجا آبش تموم شد، من درش رو میذارم که پخته بشه. در حال پخت هستش، لپم داره در حال پخته. خب مرغای ما تقریبا نپخته، نیم پس شده. من سبزی رو اضافه میکنم. سبزیمون مثل همون سبزی قرمه است، فقط به جای شنبلیله نعنا داره. با اگه سبزی شمالی بخواید درست کنید، کمی چوچاق و خالواش که من داخلش میریزم. من کمی چوچاق و خالواش محلی هم دارم، همیشه آماده روی شیشه خشک کردم، داخل سبزیمون میریزم. لپرم اضافه میکنم. نصف قاشق هم من رب میریزم، فقط به خاطر خوش رنگ شدن خورشمون. کمی تفتش اضافه میکنم. من آب جوش به اندازه 1 استکان میریزم، چون آب قوره میخوایم بریزیم، آبدار زیاد نمی کنیم. میذاریم اینا با هم دیگه جوش بخوره کمی. خب ما میذاریم سبزی و لپه و مرغ با هم دیگه قشنگ جا بیفته. خب الان من درشو برمیدارم، خورشمونو کمی با قاشق زیر رو میکنم. این خورش باید کم آب باشه، هیچ وقت خورش رو به این صورت همیشه هم بزنید. بعد آب قوره داخلش میریزم. کاملا تقریبا باید این خورش خشک باشه. اگه ترش خیلی دوست دارید بیشتر بریزید، اگه کمتر دوست دارید آب قوره‌ش رو کمتر بریزید. من تقریبا 1 استکان ریختم. دوباره درش رو میذارم جوش بکنه کمی، بعد تخم مرغاشو میذارم. تخم مرغ شکوندم، داخلش کمی زردچوبه، نمک، فلفل، همه رو با هم دیگه کاملا هم میزنیم. اینا رو باید کاملا هم بزنیم که به سبزیمون بچسبه. خب من تخم مرغ رو داخلش همه قسمت ها میریزم. خب یه کوچولو من اینا رو زیر رو میکنم به این صورت. رو میذارم تا تخم مرغ پخته بشه. خب خورش مرغ ترش گیلانی من آماده شد. من تو این ظرفای مخصوص شمالی میریزم گمج. خورش ما این هم سیر ترشی که درست کرده بودیم، سیر ترشی چند روزه
که بعد از 3-4 روز آماده شده سیر ترشیمون. به همین راحتی سیر ترشی خوشمزه. مرغ ترش گیلانی، کتمون ماهی دودی که گذاشتم روی کته، با کته پختش، فلفل ترشی، سیر ترشی چند روزه ما که آماده شد، ترشی لیته اینم دراره. مرغ ترش گیلانی ما آماده شد، بسیار خوشمزه است. با کته حتما درست بکنید. ممنون از اینکه همراه من بودید.